کبر الله تعالی مود که العزة ازاری والكبریاء ردایی فمن نازعنی منهما عذبته. عزت ازار من است، کبریا ردای من است. کسی که اگر اینهای از من کشیده گیرد من به عذاب میدم. ببینید الله تعالی ظالم نیست. الله تعالی ظلم را برای خودش هم حرام کرد، برای بندگانش هم حرام کرد. لیکن کبر را برای خودش حرام نکرد. الله تعالی متکبر است. لیکن برای ما حرام کرد، چون که ما از عهدهش نمیبریم. بعضی آدم یه نمود گپ میزنن که گویا هم دنیا در پنجه آنها، در قبضه آنها باشد. لیکن همین عجاش میخیزن میاد که درد میونش میقپد، هیچ کار کرد نمیتونه. زبانش گم میشه، دست و پاهاش میلرزد، از عهده اون گپی که گفت نمیبراید. اما الله تعالی متکبر است. در سوره حشر الله تعالی گفت که المتکبر، یکی از نامهای الله تعالی متکبر است. الله تعالی کلانیگری میکند، کبر میکند، چون که از عهدهش میبراید. او حق دارد جل جلاله و تقدس اسمه، اما ما حق نداریم. ما بنده های ضعیف هستیم. بنابراین کبر چی هست؟ صحابه ها وقتی که کبر را از پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسیدن، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم معرفی کردن کبر را. یا رسول الله، آدم دوست می‌دارد که مویهاش زیبا باشد، پای افضالش زیبا باشد، سر و لباسش زیبا باشد. یعنی همین کبر است که پرسیدن. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه ان الله جمیل یحب الجمال. الله تعالی زیبا هست، زیبایی را دوست می‌دارد. یکی از نام‌های الله تعالی جمیل است. جمیل یعنی این نام در حدیث ثابت شده است، نه در قرآن. الله تعالی جمیل هست، زیبا هست، جمال را دوست می‌دارد، زیبایی را. الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر پایمال کردن حق و تحقیر مردم است. تعریف کبر یعنی کبر شناسید. کبر چیست؟ کلانیگری چیست؟ الکبر بطر الحق، حق پایمال کردن. یعنی میدونید که همین آدمی روبروتون که گپی حق گساده است، لیکن ضد گپی شما گساده. اگه شما باید، شما که از وای سین و سالاتون کلان است، پولتون کلان است، آبروتون بلند است، وظیفتون بلند است، باید شما حق برایت ده. اگه باید یگان دیگر گپ کتی شرمنده کرده، باید شما حق برایت. همین کبر است. پیامبر صلی الله علیه و آله آدم گفتن که دستی راست کتی خور. گفت که خوب شده است، گفته نتونست تو لا استطيعو، نمیتونم گفت. مثلا بعضی آدم اگر از آدمی خودش پایانتر نصیحت شنود، کبرش بلندی میکنه. تو کی هستی که با من نصیحت میکنی؟ میگه یعنی تو حالی به اون درجه نرسیدی که من نصیحت کنی. این علاقه خودش از مردم بالا گرفتن. یا دوملو یک آدم رفته نصیحت کرده، چون نماز تیز میخوانی گفته است که تو هم خودت با اینکای نصیحت کن. تو برای او روینی من شدن باید مهنت کنی. تو من حق نصیحت کردن نداری گفته است. این گپ خطا است. یعنی هر کس میتوند. من حضرت عمر خلیفه بودن، در بالای منبر برآمد داره، آدم حجاج خسته برای چی گفت تو دو لباس داری، ما یک لباس داریم، تو دو لباس داری. هیچ گم میخستم گفتن که عبدالله ابن عمر خست، بچه‌شون خزانه گفت که یکتش از آنی من بود، از وای لباس آمده بود از دیگر جا، برای هر یک مسلمان یک دانگی تقسیم کرده بودند. در تن عمر دو دانه دید، هم قسم پایانیشه هم قسم بالاییشه، یعنی هم شیمشه و هم کاستومشه. گوییم حاضر زمان بود. بعد گفت که برای چی؟ گفت تو دوتا گرفتی، هم یکتگی دادی و خدا دوتا گرفتی. بعد سن که عبدالله ابن عمر از جات خیست. عبدالله ابن عمر من حقی خودم به پدرم دادم. گفت این خیلی باشد معایلهش بتشیشت. یعنی به حضرت عمر نگفتن که تو کی هستی که پادشاه خلیفه تمام مسلمان ها را در نماز جمعه در پیش مردم خیزانده، یعنی که دپراس کنی. تو کی هستی نگفتن، بلکه جواب دادن. هیچ گپی نداره. با میدانید عمر
عمر کی بودن؟ با وجود همین جواب دادن، هیچ گپی ندارد. الکبر بطر الحق، کبر حق را پایمال کردن، یعنی خلاف حق گپ زدن. میدونید که آدم گپی حق گفت، لیکن از سبب آن که آدم به شما معقول نیست یا از شما پست است، شما باید و گپی اکو خطا برورید، چون که و گپی شما مخالف برآمد. این کبر است. و غمط الناس، تحقیر مردم، مردم پس زدن. که دفش کن انا میخوای گپا، یعنی تحقیر مردم، مردم پس اندک حساب کردن، این کبر است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من کان فی قلبه مثقال ذره من کبر لا يدخل الجنه، او کما قال صلی الله علیه و سلم. کسی که در قلبش مثقال ذره کبر باشه به جنت نمیدراید، یعنی به جنت نمیدراید. این به این معنی نه که مسلمان نمازخوان دیندار باشد و کمتر کبر داشته باشد اکو پر را به جنت ندراید. نه، یعنی به جنت نمیدراید، یعنی احتمال است که به دوزخ دراید، به کبرش عذاب کشد بعد دراید. به جنت نمیدراید یعنی دیرتر میدراید. به هر حال مسلمان به جنت میدراید، لیکن به گناهش جوابگری دارد. خواه الله تعالی آن را بخشد، خواه نبخشیده به قدر گناه جزا دهد در دوزخ، لیکن به هر حال مسلمان وارد بهشت میشد. لیکن مسلمان ها هم کبر دارند، لیکن به هر حال این عادت از خود پرتافتن در کار. برای آنکه انسان از کجا آفریده شد، اصلش چی هست، بازگشتش به کجا هست، این چیزها را فکر کند و به آدم های دیگر کلانگری نکند. برای آنکه جانی که در پیشش هست مالکیتش ندارد، ممکن در همین لحظه براید، ممکن شل شود، ممکن گنگ شود، ممکن نابینا شود، ممکن اون پولی که باوری دارد با اون پول فلان کارو میکنم مگر پولش الله تعالی گیرد، ممکن منصبش گیرد. در یک لحظه الله تعالی به همه کار قادر. ببینید کلانگری نکند که از اون عهدی کلانگریش برآمده نمیتونه، چون که این بنده هست، عبد مملوک، بنده هست، خودش بنده الله هست، از دستش هیچی نمیبیاد. بنابراین کلانگری نکنه.